اگه تو رابطه مشترک هستید باید تکنیک همدلی و خلع سلاح رو یاد بگیری. همدلی به معنای این نیست که من با تو موافقم و تمام کلیت تو رو میپذیرم. همدلی یعنی که من از دریچه دید تو، از دریچه فهم و نگاه تو به مشکل نگاه میکنم. اگه تو رابطه مشترک هستید باید تکنیک همدلی و خلع سلاح رو یاد بگیری. همدلی به معنای این نیست که من با تو موافقم و تمام کلیت تو رو میپذیرم. همدلی یعنی که من از دریچه دید تو، از دریچه فهم و نگاه تو به مشکل نگاه میکنم. شاید باید همدردی هم بکنم، بشینم باید گریه بکنم، اما به معنی نیست که اشتباهات تو رو چشم و گوش بسته بپذیرم. من سراپا گوش میشوم تا تو را بشنوم. و با این تکنیک میریم به سمت تکنیک خلع سلاح. اون جایی که همسر تو، پارتنر تو داره صحبت میکنه، یه جایی ازش تعریف و تمجید کن. چه جالب، آفرین، این قسمت رو چه خوب توضیح دادی، با این قسمتش موافقم. این به معنی پذیرفتن کلیت حرفهای او نیست. تو با این تکنیک او را خلع سلاح میکنی تا بعد از اینکه صحبت‌هاش رو داد و البته با آرامش صحبت‌هاش رو ادامه بده، بعد او سراپا گوش میشه تا تو رو بشنوه و تو با خیال راحت میتونی همه حرفا و ناگفته‌هات رو بگی.